امروز میخوام به مسافه یکی از پرفروش ترین اقتصادی‌های دنیای موبایل برم، پوکو C85. بریم ببینیم این گوشی چرا انقدر پرفروشه. ببین همین اول ویدیو اینو بگم که یه سری شایعات در مورد این گوشی هستش، مثلا دوربینش خیلی خوبه، پردازندش جواب کارهای سنگین رو میده و فلان و بیسالو. ببین اگه قصد خرید این گوشی رو داری حتما تا آخر این ویدیو ببین، چون میخوام یه سری واقعیت‌ها و یه سری دروغ‌هایی که راجع به این گوشی گفتن رو روشن کنم واسط که یه موقع الکی پولتو هدر ندی و انتخاب اشتباه کنی. بریم سراغ بخش اول، طراحی. اول از ظاهرش شروع می‌کنیم. شما یه بدنه پلاستیکی و فریم پلاستیکی رو می‌بینی، اما از پشت این یه گوشی خوشگل رو می‌بینی، یه گوشی خوش دست، یه گوشی که ساده در عین حال شیکه، مخصوصا این رنگ مشکیش که الان دست منه. خدایی از لحاظ ظاهری همه چی تمومه. بخش دوم بخش نمایشگر، جایی که یه نمایشگر روون 120 هرتزی رو گذاشتن روی گوشی اقتصادی، گفتن تقدیم شما. مختصر مفید خیالتو راحت کنم، برای نیازهای روزمرت اوکیه، برای اینستاگرام و فلان و بیسال و این داستانا کاملا کارتو راه میندازه. برای بازی‌های متوسط رو به بالا هم اوکیه، اما تو بازی‌های خیلی سنگین افت فریم می‌بینی، لگ می‌بینی، یه سری بازی‌ها رو اصلا اجرا نمی‌کنه. حالا که به اینجای ویدیو رسیدیم اینو بگم که من علی ام، اینجا چنل سامفونه. من چند سال تو حوزه موبایل فعالیت می‌کنم. تمام هدفم از ساخت این چنل این بوده که کمکت کنم انتخاب بهتری داشته باشید. اگه از محتوای من خوشت اومده همین الان دکمه ساب و لایک رو بزن. بریم سراغ ادامه ویدیو، خیلی مخلصیم. بخش بعدی بخش دوربین. 50 مگاپیکسل روی کاغذ دوربین داره. دوربین تو روز عکسای خوبی میگیره، فیلمای خوبی میگیره، تصاویر رو قشنگ ضبط میکنه، دیتیل خوبی بهت میده. همینطوری که تو تصویر داری میبینی نیازتو برطرف میکنه. 4 تا سلفی با رفیقات میخوای بگیری، میخوای بری بیرون، میخوای ثبت تصویر کنی، همینجوری برای یادگاری کارتو کاملا راه میندازه. اما اگه هدفت با این گوشی تولید محتواست، پیشنهاد نمی‌کنم. یه ضعف دیگه‌ش هم اینه که توی نور کم نویز داره. حالا برای اینکه بهتر درک کنی دوربینشو، من همین الان یه سلفی میگیرم، سلفی رو نگاه کن. بخش بعدی بخش اسپیکر. بریم یه موزیک بذاریم ببینیم اسپیکرش چطوره. منو هر جا میبینن میگن پادشاهی حاجم، تو الماسم اگه باشی یه تیکه رو تاجم، من سرم بالاست کتم بازه نکه خفنم، من سر لجه دنیاسم میشه کجه ده. خب راجع به اسپیکر بگم، اسپیکر خوبی داره، صدای خوبی داره، تفکیک صداش اوکیه، حجم صداش هم اوکیه. بریم بخش بعدی بخش باتری، جایی که ترکون یا باتری 6000 میلی آمپر داره که با پردازنده جور، یعنی اگه میخوای یه گوشی بگیری که بری 48 ساعت آینده احتمالاً دنبال شارژر بگردی، بگیرش. باتری اوکیه، برای استفاده معمولی 1.5 تا 2 روز راحت جواب میده. برای استفاده یکم سنگین‌تر از معمولی، یه ذره بیشتر، 1 روز جواب میده. یعنی آخر شب یه حالی بهش بدی، یه شارژی بهش بزنی. خب بخش آخر بخش جمع‌بندی. داشت علی پوکو C85 ارزش خرید داره یا نه؟ ببین همینجا من یه پایانی به همه شایعات بدم که میگن او دوربینش خیلی خفن و فلانه، پردازندش خیلی خفن و فلانه. اینطوری نیست. ببین نسبت به رنج قیمتیش، نسبت به بودجهش، نسبت به اینکه این گوشی اقتصادیه، خیلی اوکیه، کار را بندازه. اما اگه تصورت اینه که این گوشی رو بگیری باش بازی‌های خیلی سنگین انجام بدی، نه. اگه تصورت اینه که این گوشی رو بگیری باش تولید محتوا انجام بدی، نه. عکس برداری خوبه، فیلم برداری خوبه، پردازنده خوبه، نمایشگر خوبه، همه چی اوکیه، ولی در حد یه گوشی اقتصادی. با امید دیدار دوباره، خیلی مخلصیم.